یکی از شاعران بزرگ دوره قدیم بود. اینچنین قرآن را ختم کرده است، برای این را حافظ میگویند. داشت دیدم که ملائک در این میخانه زدند، گلی آدم بسیریشتند و به پیمانه زدند. شاعر تاجیک میدونم در ایران تولد شدگی است. شعراش شاید یگان مصرع شعریش به یادتان است. میتونستم یادم بزرگترین سخنوری عصر میانگی فارس تاجیک که در پهنه شعر عصر میانگی ما اومد شعر تاجیکی فارسی طرحی نو درافکن. غزل را از لحاظ بیان خیلی سیقل داد و غزلیاتی که او گفته است و اون طرز بیان او طرزی است که واقعا مفتون کننده و مؤثر کننده کلی مردم است. یعنی آنچه که حافظ میگیرد در مسئله بیان از شاعران پیشین اون رو طرز جلوه‌گر میکند که شاعران پیشین اونهایی که اختراع کردن در این پایه بیان کردن نمیتونستند. همین فضیلت ایجادی است که او اشعار حافظ ویرد زبان مردم است. کس چه حافظ نکشود از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. من تاریخ شناس نیستم، ادبیات شناس نیستم، برای آنکه باید ما هر همین تاجیک مردم بود همه ما با تاریخ وطنی خودمون داریم. نه از سببی که من اونقدر هوس ندارم برای خیلی تاریخ خواندن یا اینکه وای ادبیات، از همین سبب خوندم در وقت مکتبی فراموش کردم. شاید یگان مصرع نه ایجادیاتش نمیدونم. نه به می سجاده رنگین کن گرت پیری مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شاعر و متفکر خیلی برجسته فارس و تاجیک بود. تا به این روز غزل‌های حافظ، کلیات حافظ ورد زبانی همه هست و مقبره وی در شهر شیراز جایگیر است. خیلی پندی بزرگ حافظ شیرازی هست. این شور است که در دور قمر میبینم، همه افاق زهر فتنه و شر میبینم. همین خشمیدم که در شیراز تولد شدگان در خوردی که بسیار همین ذوق حافظ قرآن که بودن، از همین سبب همین خیلی لقب موندگی حافظ شیرازی موندن. بسیارتر چه ایجادیات داشت؟ چی می‌نویسید؟ بسیارتر پند و نصیحت، بسیارتر رو همین غزلیات بسیار یگان غزلیات از ایجادیاتشون واقعا دو مصرع شعریش هم میتونید قرائت کنید. کجا تولد شده است؟ اون وطنش کجاست؟ سمرقند اخی. عموما یگان شعرش هست درباره شعر غزلیاتش میدونی یگان؟ شاید دکه دیگه همه دونه و ابزار دکی رو همه دونه که حافظ شیرازی رو همه دونه. حافظی شیرازی در ایران، در شهر شیراز ایران که در اون دوره این همه منطقه خراسان بود، یکی از غزلسران بی همتایی هست که در ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک نقشی بسیار مهم گذاشته است و شعرهای او بسیار اساساً غزلیات او اشعار او اساساً غزلیات است و غزلیات اون غزلیات است که همه پند است، نصیحت است، مهر است، محبت است، محبت به وطن است و اون غزلیاتی است که تا به امروز اهمیت علمی خود را گم نکردن، یعنی وابسته به همه دور و زمان و توانسته است که در دل مردم راه یابد و درد مردم را افشا کند. این است ایجادات چنین یک شخصیت بزرگی ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک. یک شعر خیلی خوب است که اگر ممکن باشد واعظان این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند و آن کار دیگر میکنند. مشکل دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند.